در نماز 13 فرض است. اگر شخص یکی از همینها را ادا نکرد باید نماز را دوباره خواند. یکم، پاک بودن بدن. دوم، پاک بودن لباس. سیوم، پوشیدن ستر عورت. چهارم، پاک بودن جای نماز. پنجم، وقت نماز، یعنی نماز را در وقتش خواندن. ششم، چهره را طرف قبله گردانیدن. هفتم، در نماز با نیت بودن. هشتم، تکبیر تحریمه، یعنی در شروع نماز الله اکبر را خواندن. نهم، قیام کردن، یعنی در نماز راست ایستادن. دهم، قرائت، یعنی سوره فاتحه را قرائت کردن. یازدهم، رکوع کردن. دوازدهم، سجده کردن. سیزدهم، خواندن التحیات. سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. این نوار را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.